و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به این امر کردند که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، مرده های خود را تلقین لا اله الا الله گوید. مقصد آنهایی که وقتی مرگشان نزدیک شد در نزد آنها لا اله الا الله لا اله الا الله گوید تا اینکه آنها به خاطر آرند و این کلمه را تلفظ کنند. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در سنن ابو داود آمده است که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله باشد وارد جنت میگردد. حدیثی صحیح است و در صحیح بخاری با لفظ کسی که لا اله الا الله گوید سپس وفات کند وارد جنت می شود. حدیث ابو ذر است. بعد حدیث ابو ذر رضی الله عنه پرسید یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر دزدی کرده باشد اگر زنا کرده باشد با وارد جنت می شود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و این زنا و این سرق، اگر زنا کرده باشد هم اگر دزدی کرده باشد هم لیکن آخرین کلامش لا اله الا الله شده باشد وارد بهشت می شود. آخرین کلام لا اله الا الله شود و بگذار چند شبانه روز دیگه سکوت کند، زنده است، سکوت کرد، چیزی نگفت و وفات کرد، ان شاء الله وارد جنت می شود، برای اینکه آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله شده است. من حضرت ابوذر تعجب کرد و گفت یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر زنا کرده باشد اگر دزدی کرده باشد وارد بهشت می شود؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که و این زنا و این سرق، زنا کرده باشد دزدی کرده باشد وارد بهشت می شود. ابوذر باز پرسید و این زنا و این سرق، اگر چی زنا و دزدی کرده باشد وارد بهشت می شود؟ بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم مراتبه چهارم گفتند که و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر، اگر چی دزدی کرده باشد هم اگر چی زنا کرده باشد هم اگر چی ابوذر بینی خود را به خاک مالد التجا کند که همین آدم به جنت ندرآید گفته دعا کند هم می درآید گفتند. بعد حضرت ابوذر رضی الله عنه بعد این هر وقت که همین حدیث را میگفتند که کسی که اگر از این دنیا آخرین کلامش لا اله الا الله شود و سپس از این دنیا وفات کند وارد بهشت میگردد، اگر چنده که ابوذر بینی خود را به خاک مالد هم میگفتند. خلاصه این حدیث دلالت میکند که کسی که آخرین کلامش اگر از این دنیا لا اله الا الله باشد وارد جنت میگردد. الله سبحانه و تعالی این عمل را پیش از مرگ برای ما و شما نصیب روزی گرداند.